بهار فصلی است که برای ما درس بزرگی می‌دهد تا می‌توانیم هر سال در زندگی خود تغییرات بیاوریم. هموطنان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تصویر خود سخن میگوید. ما در شهر بامیان یا بومیکا، شهر غلغله، شهری که از سده‌های ششم و هفتم میلادی به این طرف قدامت تاریخی دارد و امروز آمدیم بخیر سفر میکنیم به قریجات دور شهر بامیان و مردمی را پیدا میکنیم که واقعا مستحق بوده باشند. یک برنامه بزرگ توزیع مواد غذایی در رمضان میگیریم. انشاءالله در ادامه بیننده ما باشید. ما آمدیم در قریه گیروی بالای شهر بامیان و بخیر قرار است که یک برنامه بزرگ توزیع مواد غذایی برای اهالی این قریه داشته باشیم. الحمدلله برنامه توزیع ما تکمیل شد. خداوند متعال صدقات، خیرات و زکات هموطنان ما را که استعانت کردن، همراه با ما مساعدت کردن، به درگاه خود قبول بکنند. میخواهیم که کسانی که برای ما کمک کردن، برادران و خواهران عزیز ما، اسمی از اونا ببرم. خواهر عزیز ما امینه رویو از استرالیا مبلغ 22550 افغانی ارسال کردند. ناهید و فریده ربی از امریکا مبلغ 18076 افغانی ارسال کردند. فریما احمدی از امریکا مبلغ 7000 افغانی ارسال کردند. و همچنین برادران عزیز ما سخاوتمندان روزگار ابوبکر مسازی از امریکا مبلغ 35250 افغانی ارسال کردند. احمد جاوید صدیقی از جرمنی مبلغ 22254 افغانی ارسال کردند. ادریس از جرمنی مبلغ 21600 افغانی ارسال کرده. محمد تمیم از نیوزیلند مبلغ 21506 افغانی مساعدت کردند. آقای حنیفی از جرمنی مبلغ 14600 افغانی ارسال کردند. جبار خلیل از استرالیا مبلغ 15000 افغانی مساعدت کردند. احمد سیر میاخیل از روسیه مبلغ 14600 افغانی مساعدت کردند. حاجی بشیر احمد اختری از جرمنی مبلغ 14535 افغانی مساعدت کردند. عبدالله خان از جرمنی مبلغ 14500 افغانی مساعدت کردند. علی رامین افضلی از سویدن مبلغ 13735 افغانی مساعدت کردند. حاجی عارف از جرمنی مبلغ 11190 افغانی مساعدت کردند. هارون غوثی از جرمنی مبلغ 10888 افغانی مساعدت کردند. مرتضی جان احمدی از امریکا مبلغ 7100 افغانی مساعدت کردند. و در اخیر
احمد فواد نوروزی از آمریکا مبلغ 6890 افغانی مساعدت کردند. مجموعاً مبلغی که ما به خاطر توزیع مواد رمضانی و مواد خوراکی برای 90 فامیل در قریه گیروی بالای شهر بامیان به مصرف رساندیم. مبلغ 2,71,274 افغانی است. خداوند متعال خیرات، صدقات و کمک‌های شما را به درگاه خود قبول بکنند. بنیاد خیریه امید حیات پل ارتباطی است بین شما و نیازمندان. بنیاد خیریه امید حیات، امید زندگی. تشکر. سلام علیکم. و علیکم السلام. کاکا جان خوب هستی؟ احوالت خوب است؟ حتما جان جور گرفتی مواد که بخیر؟ ها مواد گرفتیم. خب ان شاء الله به حق رسیدیم. میریم پلی مواد ما 6 تا گرفتیم. به حق رسیدی؟ ها به حق رسیدیم. ما که آمدیم دیدیم که مردم شما واقعا کسایی هستند که مستحق بودن و از این خاطر آمدیم خبر شما را هم بگیریم. در ماه مبارک رمضان یک احوالی از شما داشته باشیم. یک جان تشکر. بخیر سلامت باشید. شما بخیر باشید. ان شاء الله بخیر استفاده کنیم مواد. شما هم جور باشید. جور بخیر باشید. دار داشته باشید. جور خوش هستیم از پیش. ما در کنار خود جناب امام صاحب داریم. کسی که ما در بازار بامیان همراه از اینا سر خوردیم و با همراه ما صحبت کردن در مورد قریهشان و امروز آمدیم بخیر توضیح در این قریه داریم. امام صاحب خوب است ان شاء الله؟ خوب است. حال شما خوب است؟ خیلی سلامت باشی، بخیر باشی. ماه رمضان حضرت پیغمبر در وصف ماه رمضان میگه که شما فقرایتان را به ما بیشتر تصدق بدهید. بشک. و ما از اعضای بنیاد خیریه امید حیات اظهار تقدیر و تشکر کردم که از مرکز کابل یا مناطق دیگر تشریف آوردن، مناطق محروم بامیان، قریه گیروی اولیا، مناطق سرخدر، مرکز بامیان که ما مولای امامش بودم، ما را در بازار دیدن و ما یک عرض حال و نفوس مسجد خود را که مسجد حضرت محمد است صلی الله علیه و سلم اینجا محضرشان صحبت کردم. خودشان آمدن و وضعیت مردم و قریه را دیدن خیر ان شاء الله و همه همکاران این بنیاد که دست خیر از فقرای ما گرفتن ان شاء الله خداوند اجر مضاعف بده. همچنان که خدا وعده داده، پیغمبرش وعده داده در ماه رمضان عمل مضاعفه، یعنی اجرش به مراتب بالاست. خداوند تمام اعضای این بنیاد را اجر جزیل و خیر فراوان بده. سلامت باشی امام صاحب. ان شاء الله تمام اهالی موادش گرفتن و بسیار به نظم خوب و ان شاء الله که در آینده همینطور نقاط محروم دیگر را این بنیاد را دعا میکنن که ان شاء الله بودجهش فراوان شود، دستگیری فراوان از بندگان خدا و روزداران ان شاء الله. ما در خدمت هستیم. تشکر میکنیم امام صاحب. بخیر باشی. الله نگهدار شما. رفتیم. خداحافظ.